خب دیگه آزاد هستی. چه قسم احساس میکنی؟ قسم احساس میکنم مثل که از شانه‌ایم یک باره کلان پس شده باشه. با مادرتم گفتم از اینکه دقیقه وقت پیشت نبودم و برات کمک نتونستم شدیداً عذاب و وجدان میکشم. حالا پدرت پشتت ایستاده است. راستش من یاد گرفتم چطور به تنهایی از پس مشکلات برایم. یعنی من به هیچ عنوان از شما ناراحت نیستم. دخترم، وقتی که مادر شدی باز میفهمی که چی میخوایم بگویم. اگر با یک تار موی تو ضرر برسه جیگر ما آتش میگیره. هنوز تازه هم دیگر میشناسیم، اما تو هم حق داری. یک روز یک کسی که هیچ نمیشناسی پیدا میشه و میگه که من پدرت هستم. باز دسته به دست داده یک خانواده واقعی میشیم. به هر حال دختر مقبولم میخوایم بگویم که دیگه آزاد هستی. در پشت سرتون پدرت ایستاده است. از هیچ کس نترس دخترم، از هیچ کس نترسی. درست است؟ بسیار تشکر پدر جان، فهمیدنی بسیار خوشایند است. تو بیاز یک دختر هوشیار هستی، میفهمی که کدام راه است و کدام چه. دیگه یک زندگی نو داری، اما فراموش نکو من همیشه در پیشت میباشم. خلاصه از من فرار کردن نجات پیدا نمی کنی. کی خواسته که نجات پیدا کنه تو؟ آی جانم. ازم یکی دگان بنداز. امشب در این صورت گیرتون کردن هم میتونم آقا ورال. فردین زیاد گپ میزنی کارت کن. شام کلگی بخیر. خوش آمدی. شام بخیر. خوش باشین. خوش آمدی. خوش باشین. مبارک باشم. زنده باشین. بیازو مبارک است. میبینم که بسیار خوشحال معلوم میشی. گفتم میتونم که بهترین روز زندگیم است. حالا دیگه سر میز میری. حالا دیگه عاشق از عشقش محافظت میکنه و به خاطر او حسادت میکنه، اما توی را درک نکرده. درست است. بعد رقم نوشیده. چیگه پس نیکی خودم مشکل داری؟ نه فهمیدم که کسی گپ میزنی، اما نفهمیدم که کی است. دایی بار گپ میزدیم. چی میگی بیشرف؟ شما چی بکنن آقایم؟ آرام باشه. بلند میکنی؟ نمیشناسی که ما کی هستیم؟ یک حس بسیار عجیب بود. به تنهایی زیاد قدم زدم، طرف دریا سیل کردم. کاری که از مدت ها پیش میخواستم انجام بدم انجام دادم. دختر چشماهوی من، بعد از این همیشه همراه ما هستی. انشالله بدترین روز تمی قسم باشه. انشالله. آی ملکه خودمو میگیریم تو دیگه بشی. بله مادر، بیازو کل روز خسته شدی. آی چرا خسته شوم جانم، به خاطر شما میکنم. امکان داره خسته شوم. در اون صورت با سر سلامتی از سر بالا میکنیم. آرزو میکنم خوشی که لایقش هستی بعد از این به دست بیاریم. دلمه شب بسیار خوبش آمده بود. بسیار خوبش بود. بسیار. اینا رام تو تکو عمه جان درست است. تو تم میکنم تو چای بیبی. میبینم. اوه چایم دم کشیده. راستی ده اونجا زیتون سیاه است ما کشیدمش. راستی کلگی خسته.
صبح خیر عشقم. اورال ما چرا اینجا هستم؟ یام دیگه گب شده اصل. یعنی چی که چرا اینجا هستم؟ تو کاملا عقلت از دست دادی به خدا. اینجا آشیانه کوچک و شیرین ماست عزیزم. ما خود جدا شدیم. ما هیچ وقت جدا نمیشیم. تو همیشه از من هستی و همیشه همراه من اینجا میباشی. نه خیر. نه خیر. نه خیر. اصلا شکر بفرمایید. مربای مالته از بعد سای خود تیار کردیم. نوش جانتان. زنده باشی. مرا ایلا کنه. دیگه گل صبی چی وضعیت از سینان؟ رفتن از حال دیوانش ساخته دفنه. از شب تا صبح نوشیده. خب همیشه همه قسم خواد بود. همیشه خانه را سر خود ویران میکنه. توصیه میکنی که چی کنم دفنه؟ میخوای لالای مده یک جای قید کنم؟ او بسیار خطرناک شده سینان. به نظر من بهترین مفکور است. ده اصل گپت صحیح است. اگه یک کاری نکنه کل چیز خراب و برباد میشه. سینان بلیاز خدا زودتر دست به کار شو. تو خوب هستی؟ ولی چی دروغ بگویم هیچ خوب نیستم. ما فکر میکردم خوب میشه که بیادر ما ببینم اما حالتم دگام خراب شد. ده اولین ملاقات مرال آدم خراب میشه. دیدن بیچارگی و قلب ما توتا کرد. اگه 40 سالم فکر میکردم بازم در ذهنم نمیامد که روزی او را پشت میله های زندان ببینم. کدام مشکل خو نداره؟ چیزی خواسته؟ لالایم در طول زندگی از من چیز نخواسته. اگه زیاد غمگین می بود میرفت تنها یک جایی میشیشت. بعدش میگفت من خوب هستم. خواست به خاطر ای که من با تشویش نشم. حالیم خدا میفهمه که در چی وضعیت هست. صبح خیر. صبح خیر دخترم. بیا چشماهوی من بیا. نوش جانتان. زنده باشی. چقدر یک شب خوب بود نی؟ بسیار وقت شده بود که قدر با هم خوش نبودیم. همه قسم نیست. خوب بود اما فکر من کاملا طرف کنان بود. زیاد پریشان بود. آسان خونیز دخترم. روزای بعد سپری کردی. البته به خاطر احمد زیاد جیگرخونی میکنه. عقل من خو هیچ قبول نمیکنه. او چرا خانم جانانه بکشه؟ چرا تو یک کار کنه؟ با ایماناست که کدش کدام مشکل داشته که دست باید یک کار زده. فکر کده که با این قسم یک کار کل چیز حل میشه. اما حل نشد دیگه. حالا هم خدا در بین 4 دیواری زندان محکوم کرد و هم کنانه تنها ماند. شاید هم به خاطر که من اینجا هستم رفت. نه جانم، چی ربط داره؟ های ما برش گفتم که تو هم اینجا باش. لازم نیست جای بری اما گفت که نه. ما در یک هتل باشم بهتر است. ما زیاد چله شدم اما قبول نمیکنم. فهمیدم. چند دفعه برات بگویم خب گفتم نمیتونم دیگه. چرا رقم برات بفهمونم؟ خب گفتم نمیشه دیگه. گپ بفهم. چرا گپ نمیفهمی؟ خب گفتم نمیشه دیگه. ببخشید. کور هستی نمیبینی؟ درست است گفتم ببخشید. صحیح است چیزی گپ نیست. کم مونده که از این زندگی نجات پیدا کنم. صبح خیر. صبح خیر. لالا تو را چی شده؟ جنگ کردی؟ چیزی نیست. دی گل صبح از من سوال پرسم نکن. نورا جان اگه کار تمام شده لطفاً امو کلونیا را چیزی بیار. نیست. دی گل صبح از صبح مرا خراب نکنین.
تو خوب هستی؟ خوب هستم. دلتان است مثل عسکر براتون سلامی بزنم و بعدش مرج کده بیایم؟ اورال آرام باش. ما آرام هستم. نمیخوایم همراه مثل مریض رفتار کنین. عسل بیدار نشده؟ عسل دیگه نیست. عسل رفت. عسل مرا تنها مونده رفت. عسل رفت. نورا جان میشه لطفا اگه گلاس چای برام بندازی؟ مثل که خواب میبینم یا که کل چیز یک رویا باشه. میترسم وقتی بیدار شوم ختم شود. خدا نکنه سلطانی، ما دیگه هیچ وقت جدا نمیشیم. و دیگه ای که او مسئله خلیلان به شیوه خود حل کردم میتونم، اما تو نمیخوایی. ما هم صبر میکنم. به او خاطر به وکیل صلاحیت دادیم. بعد از این به خاطر هیچ چیز خدا جگرخون نمیکنیم. قهوام رسی؟ زنده باشی دختره. بگیرین. زنده باشی دختر. نوش جانتان. خب کدام پلان یا برنامه نو داری؟ نمیفهمم، هیچ فکر نکردیم. شاید همراه مادرم رستوران تا کلان بسازیم. چطور؟ چرا نه دختر؟ میتونیم به جاهای دیگه خدمات سرویس کردن رو اندازی کنیم. به نظرت میتونیم؟ البته که میتونیم. ملکه، دخترتون مثل تو بسیار زحمت کش است. از جنس آدم های بی‌نظیر و کم پیداست. حتی در فکر میگرده که به صورت خانوادگی به تفریح بریم. وقتایی که در دوری سپری کردیم تلافی کنه. ما با برنامه و پلان میکنم. سینان، بسیار معذرت میخوایم ناوقت کردم. نه مهم نیست. در جایی که بود و باش داریم کم دور است. مجبور هستم که در چند موتر سوار شوم. وقتی میرسه که به همه چیز مجبور نباشی. تشویش نکن. نه جانم، به ما فرق نمیکنه. از کل چیز که به ما عزت مهم است. اما فقط رفت و آمد کمه برای مشکل است. فقط همه قدر. بچه رو میگم که یک موتر شرکت برات آماده کنن، مشکل نیست. راست میگی؟ بله. باز پس آن کدام گد نخیزه؟ نمیخیزه برو. تو معاونم هستی. ناک خود اینجا کار نمیکنی. ما همراه بچه ها گپ میزنم برات یک موتر آماده میکنم. درست است؟ حالا شیرینم تو با ما چای بیار. خب یه اوراق با هم ببینی؟ البته میبینی. صبح خیر آقا اورال. اوه، میبینم که بازم دیشب با کسی درگیر شدی، ولی معلوم دار است که سبقت داده. مرسل کن با این گپای احمقانه تعصب مرا خراب نکن. تو امروزم به کدام رو اینجا میای احمق؟ طرف ما بیبی، از اینکه صدای ما بلند نمیکنم از این خاطر نیست که از تو میترسم، به خاطر که میفهمم اگر سرت حمله کنم دانو بینی تا یکی میکنم. گوش کن، همراه ما درست گپ بزن. اگه نیم اینجا دانو بینی تا برات یکی میکنم. فهمیدی؟ همینجا نشانی باشه. بسیار ترسیدم. هر کاری که از دستت میآید دریغ نکن. زودی میبینی که چی میکنم. مایی گیر احمق. تو قاتل مادرم هستی. اون لالای بی عقلت از زندان روان کردی، اما خودت اینجا آزاد میگردی. فکر نکنم حبیبی اعصاب من خراب نکو. باور کو بسیار بد میشه. خود شد مایی گیر. چی خود شد؟ از خاطر از بین بردن خوشی من و اصلی کار کردی. فقط که من نمیفهمم. دروغ است؟ چرا قسم سال میکنی؟ دروغ است؟ ما و اصل بسیار خوش بودیم. اصل مادر اولادای ما میشد. مادر اولادای ما. تو
واقعا بیچاره هستی. بیچاره خود تو هستی احمق، به خاطر کسل از دست دادی. حافظ، تلفن خواهر رفت هر دقیقه خاموش نشون میده. تو هم یک کوشش کن. همراهی بچه وعده کردیم، گفتیم که خواهرت پیش ما امانت است. تشویش نکن رئیس، ما امروز پیشش میرم. طرف ما ببین، کار بسیار مهم است. رفت زندگی و نجات گفت که خواهر به تنها نمانی. نمیخوای مو به تشویش باشه. تو برو دختر پیدا کو بیار، باید سروادی خود استاد باشه. اما تو میکنم رئیس. ملکه ماشاءالله دخترم، هیچی منو میتهم مثل مهتاب میدرخشی. راستی؟ ولی از چشم مام پت نمانده. مثل که مادر جوان شده باشه همه قسم نیست اصل. شما چی میخواین بگوین؟ عشق آدم همه قسم میسازه دیگه دخترم. چشمایش هم مثل برق درخشش میته، در چهره آدم هم نور میاره. راستی همه قسم است. من همیشه میخوایم تو رای قسم ببینم گفته باشم. و میخوای از تو رنگ بگیره. من میرم پس میایم. یعنی موضوع قسمه که فکر میکنی نیست. حالت اورال با گذشته هر روز بدتر میشه. هنوزم فکر میکنه شوهر اصل است. گاهی اصل میگه گاهی ناز میگه. همیشه مثل آتش است. برات گفته باشم دی وضعیت کار کردنش به ما بسیار تاوان میرسانه. فهمیدی؟ ما متوجه وضعیت آقا اورال هستم. تنها متوجه بودن کفایت نمیکنه، باید عاجل یک کاری بکنیم. من میترسم که به ما کدام ضرر بزرگ نرسانه. میفهمی؟ کل صلاحیت های شرکت پیش اورال است. تصمیمایی که میگیره صحیح نیست. برات گفته باشم. آقا سینان، در این وضعیت مناسب ترین کاری است که از آقا اورال تمام مسئولیتاش گرفته شوه و صلاحیت امضایش هم فسخ شوه. درست است، اما این کار به خواست خود انجام نمیده. اگه بفهمه زیادتر خطرناک میشه. آقا اورال به خاطر به دست آوردن خواست خود هر کاری که میتونه، حتی دروغ هم میگه. بفرمایید. تشکر ابرا. به خاطر این کار باید بسیار حوصله داشته باشین. اگه اورال خبر شوه که شما تلاش دارین صلاحیتایی را فسخ کنین، کنترل خود از دست میده. مادرم چیزی که نمیخواست جگرخونی اورال بود. ایره خب میفهمه. درست است، اما میفهمین آقا سینان به خاطر منفعت شرکت و بقای آینده شما یک نفر باید درست رفتار کنه و او یک نفر شما هستی. راست است، راست است. حق با تو است. آی بچه، هیچ دلم نمیخواه که دو هتل بودو باش کنی. بیا که برات یک خانه بگیرم. نه لالا، قسم است که من راحت هستم، باور کن. بیا زو هتل در نزدیک شفاخانه است. اگه چیز ضرورت شد در 2 دقیقه خودم میرسانم. درست است، تو که قسم میگی صحیح است. لالای ده چی وضعیت است؟ گل چیز خوب است؟ هیچ پرسان نکن ماما، جیگرم برش بسیار خون است. وقت میخواه شیرین، وقت. با گذشت زمان تو هم عادت خود کردی لالای توم. زمان ما رو به چی چیزایی که عادت نداده. حق با تو است لالا. بیبی کنون، میخوایم یک چیز برات بگویم. بیبی، ما بسیار زیاد فکر کردم. ما باید تحرک پیدا کنیم. در رهبری شرکت از دمیر غلا کده باید زیادتر فعال باشیم. معلوم نیست که دو بیادر چه قسم یک نقشه را در سر داره. اما تو راست ماما، حق با تو است، راست میگی. بر علاوه وضعیت اورال هیچ خوب نیست. باز چی شده؟ بیشتر روبرو شده، این بسیار چتیات گفت. درستت بچم، چی وقت دیدیم که آدم باره گپ بزنه؟ نه ماما، او قسم نبود. وضعیتش بسیار جدی است. برام گفت که همراه اصل خوش هستم. او به خیر مادر اولادای میشه. حتی متوجه جدا شدن نیست. با این ماناست که بیخی عقل خود از دست داده. یک بار خبر شویم که چی پلان داره. باز هر بده که میکنه بکنه، اصلا پروایش نداره. سلام علیکم برادر. ما خانم ملاحت کار. ملاحت؟ ملاحت توپچو، میشناسیش؟
خواهر آقا رفعت از اینجا زندگی میکنه. خواه میلوش خود ما را میگی؟ امکان داره که نشناسم؟ دوره چی کار داری؟ همراهش کار دارم بچه. خیرت هست؟ آقای محترم میلوش میپالم. خب بخیر باشم. جوینده یا بنده از بیادر. ببی در کوچه دست چپ دار بخوا، خانه دست چپ که از امو بس بیادر. خیر ببینه. حالا عدنان جان، حالا جانم، حالا یک چند دقیقه می بودم. هر چیز خوب زود خلاص میشه عدنان جان. زمانی که با تو اختصاص داده بودم من خلاص شد. هی قسم نگو میلوش، بیا زود، دیر وقت بعد دیدمت. اون مشکل تو هست عدنان. کدام چیز خوب گفتی؟ خوب یک چیز فوق العاده گفتم تو نفهمیدی. آی به هر حال تال نته. حالا دیگه مرش شام برات یک نوشیدنی سرد میارم، درست است؟ آی خوش شدم واقعا. حالا دیگه وان دیگه میلوشی آدم غریب جگرخون نساز. آی خدای ما تو برم صبر بده. خانم ملاحت؟ یس خودم هستم. انگلیسیم بسیار قوی است. ملاحت توپچو همه قسم هست؟ آی بله، مامور ثبت احوال نفوس هستی. چطور ها؟ عمر آقا عزیز روان کرده. خب عزیز توپراک همراه آقا رفعت در زندان معرفی شده بود. همراه لالایم ها؟ لالا عدنان ازی که کمک کردین تشکر. به پدر و مادرتانم سلامای مرا برسان ها. زنده باشین. بفرمایین آقا داخل بیاین. حالا برو دیگه برو. وقتی که خلیل یادم میاد قلبم بسیار نرم میشه. مادر، به نظر من وکیلای پدر میکاره زود خلاص میکنن. باید هر چی زودتر طلاق بگیرم. تا که دنکای او باشم نمیتونم همراه عزیز زیر یک سقف زندگی کنم. چرا خودم علامت میکنی؟ کل ما میفهمیم که تو کدام گناهی نداشتی. میفهمم. اشتباهست دیگه. یعنی برم سخت تمام میشه دخترم. به عزیزم مناسب نیست. من خب فکر نمی کنم خلیل پدر به آسانی قبول کنه. وقتی یادم میاد چی کارایی کرده حتی دلم نمیشه نامش بگیرم. میفهمم دخترم، میفهم. اما هر قدره که فکر میکنم بازم کدام چاره پیدا نمیکنم. میگم که پیشش برم و امروش گپ بزنم، اما بازم نمیشه. طلاق میته زود یا دیر بالاخره قبول کنه. میترسم که سر عزیز کدام بلایی نیاره. اوف. بیادر قربانتان شما به من کم وقت بتن، به من کم مهلت بتن. وقتی که پیسه نداشتی باز چرا سر میز قمار ششتی؟ یک جاهلیت کردم. قربانتان شما به حالم رحم کنن. قسم میخورم که پیسه تانم میارم، به من یک کم وقت بتن. به شما افسانه سرمنگسه کنکو نه که لاته او روز اقلت دا سرت ناورد لاوده. ببینین قسم میخورم که براتان میارم. خدای دو چشم مرا کور بسازه اگه نیارم. درست است. 2 روز برات وقت میتم. اگه ای دفعه ناوردی کل استخونای تو میده میکنم و سر سگا میخورن. نفهمیدی؟ درست است. خداوند از شما راضی باشه. خداوند به هر مرادی که دارین برسانه. سعیز دیگه سعیز. برو زودتر پیسه تا پیدا کن. وقت از امیال شروع شد. کشمته آقا سینان دا جلسه است. مرا چی که دا جلسه است؟ از سر رایم پس شو. بانن که یک بار خبر خوبتم. دیروز از حدت گذشتی و من مرد نشان دادم که چی میشه. تو کی هستی که به من میگی چی کنم و چی نکنم؟ ببین من تو رو میکشم باز نگویی که نگفتم. اورال اینجا چی گپ است؟ این شیطان دفعه دیگه اینجا نبینم. فهمیدی؟ نه خو هیچ کاری نکردیم. دفعه سر ما حمله ور شد. بیا هنوزم گپ میزنم. ای به خود بیا. تو یک مرد هستی کار برات میزنم. شرکت خودم به من یاد نده که من چی کنم و چی نکنم. کلتون از اینجا اخراج میکنم. اینجا کشتی ما اینجوری نیست. آرام باشین. دخترم تو هم به اتاقت برو. اینجا از من است. گپای من اینجا میچله. از این شیطان پس دفاع میکنی به شرف. افسوس به حالت. هر چی زودتر رو اخراج کن. عقلت از سرت بگی. فهمیدی بیادر؟ درست است. آرام باش لطفا. همراه مخص به رفتار رکو مثل که مریض باشم. من دیوانه نیستم. عقل و شما سر جایش هست.
چرا نمیفهمی؟ این دختر از تو استفاده میکنه. این اخراج کن. این باید از اینجا بره. درست از شنیدم مورال. ابرو حالا باید بره. بریم بچه‌م نمایش خلاص شد. بله برین. بیاز نمایش خلاص شد. ساعتتان تیر شده. ابرو گذشت. آرام باش لطفا. خدا جگرخون نکن لطفا. سینا ندیدی که همراهی ما چی کرد؟ ابرو من برش چی گفتم؟ فقط برش گفتم که تو ده جلسه هستی. بیازو همی وظیفه مست. اورال ده وضعیت خوب نیست ابرو. پشتی گپا نگرد لطفا. با بودن تو چطور قسم یک آدم در رأس شرکت قرار میگیرم؟ من خو هیچ نفهمیدم سینا. عقلم قبول نمیکنه. یک بار خدا بیبی او را بیبی. کسی که لیاقت ریاست اینجا را دارد تو هستی، او نیست. چطور میتونی هیچ کار نکرده صبر کنی؟ چرا؟ هر چیز از خود یک وقت داره. با ما باور کن. ما ده اصل به خاطر خود نه، به خاطر تو جگرخون میشم. بسیار زود یک تصمیم میگیره. مطمئن بودم میتونی. براتون یک غذای دیگر هم میارم از ابتکارات خود ماست. خدا کنه خوشتان بیایه. نوش جانتان. دختر چشماهوی مست دیگه چقدر زود به خود آمد دیدی؟ ها اما دخترم بسیار خوش است. بخیر همراه کنان که عروسی کنه باز بیخی خوب میشه. متوجه هستم اما متوجه هستم. هنوزم مثل دیوانه هم دیگر را دوست داره. کور باشم اگه عشقشان ندیده باشم. یک جا شدن اونا بسیار سخت است. حالا کنان عروسی کرده و مصروف مریضی او دختر بیچاره است. مثل که تقدیرشان است که عسل و کنان به یک دیگه برسن دختره. به هر حال ملکه چقدر وقت شد که میخوایم یک موضوع را برات بگویم اما نشد. اما جان بلیاز خدا چیزی نگویی که فکر ما را خراب کنه. درست نه دختره ما تو نیست فوراً گپ منفی را به فکرت نیار. حالا که کلی چیز خوب شده ما هم به خانه خود میرم. حالا این گپ از کجا شد؟ نه که سهمن کدام کار کردیم که از ما خفه شد؟ نه دخترم او تو کدام چیز نیست. چی بفهمم دیگه؟ حال خود زندگیتان رو برا ساختین. حال دیگه بینتان من چی کار دارم؟ اصلا این گپ نزن. امکان ندارم. ما ایلایت نمی کنیم. خواهش میکنم دفعه دیگه این موضوع رو باز نکنی. درست است؟ خصوصا عزیز گفتایتا نشنوه اگر بسیار جگرخون میشه. مسایز حالا حامد جان سلام. من سینان دمیرغلو هستم. بیادر اورال. سلام آقا سینان. شما چطور هستین؟ کدام مشکلی است؟ متاسفانه میگم که است. با خاطر گپ زدن راجع به بیادرم زنگ زدم. وضعیتش هیچ خوب نیست. دواهای خدا طبق معمول میخوره؟ دوا رو نمیخوره. کاملا از کنترل برآمده. بعد آخر پرخاشگر شده. چی خیال است و چی واقعیت حتی متوجه هم نیست. دکتر میفهمی؟ کنترل کردنش هر روز سخت‌تر شده میره. متاسفانه مریضی ها همین قسم میباشه آقا. خب باید چی کنیم؟ همراهش بسیار بیچاره شده. میفهمی؟ اگر لالایت هر چی زودتر ببینم خوب میشه. لطفاً میشه کوره پیش ما بیارید. بسیار سخت است اما یک بار کوشش خودم میکنم. حافظ دختر پیدا کرده تونستی؟ پیدا کردم رئیس پیدا کردم. خوب است خیلی. کدام دختر ماما؟ از دست جنجالا یادم رفت فرد قصه کنم. در زندان یک نفر مرا از مرگ نجات داد. رفت نام داره. او یک خواهر داره. یک خواهر بیشتر و صدا واجه است. همراهی بچه وعده کردیم. وقتی که از زندان آزاد شدم از خواهرت من محافظت. بسیار خوب کردی ماما. چه قسم یک دختر صافه است. یک دختر خوب و پاک دامن است. نه خوب است رئیس. خوب است. پاک دامن است. خوب است. خوش آمدین. چقدر یک سورپرایز خوب. کاش که خبر میدادین. خوش باشی دختره. گوش نشده بودیم. گفتیم بریم در رستوران خود یگان نانمان بخوریم. چی گفتی ها؟ کاملا اماتور است. تام خوش آمدی کنان. خوش باشی. حالا بفرمایید. درست است. اوه مهمانای بسیار خاص داریم. خوش آمدین. خوش باشی. کاملا سر وقت خود رساندین. غذای بسیار مزه‌دار تیار کردیم. از دست تو اگه زارم باشم میخورم. شما بشینین من میرم غذا را بیارم. دخترم مام کمکت میکنم. ضرور نیست مادر جان. من خودم میارم. خوب است. بفرمایین بشینین.
بفرمایید ملکه، دخترمون بسیار کاریگر است. خب طرف مادرش رفته. دقیقاً همونطور است. بلوز بسیار خوب میگه. زنده باشی. رنگ رو خودتا نکشیده؟ بفرمایید. اوه شما چی پخته کردین نه؟ اوه سارمای مزدار. به خاطر که تو خوشداری زیاد آوردم. تشکر. ماست هم هست؟ البته که از همیاله میارم. نوش جانتان. علا بخیر. خدا خیرتان بده، زنده باشین. چیز فهمیدیم کندال. چی را قورال؟ دیگه چی را؟ دفنه و سینان همدست شدن و بر من دام میمونن. ای که دفنه تلاش میکنه که لای همه یک ثبوت به دست بیاره. تنها پلان خودش نیست، پلان هر دویشون است. چطور یعنی چی که چطور؟ در فکر سینان هزار قسم نقشه میگرده. همراه وکیل من پوت پنهانی جلسه میگیره. به خاطر که من عصبانی شوم ابرو را پیش روان میکنه. محمق هستم؟ ببین در پیشانی محمق نوشته شده. محمق نیستم. متوجه کل چیز قورال مطمئن هستی؟ البته که مطمئن هستم. پلان سینان چی است؟ پلانش است که میراث مادر من به خودش بگیره. این کارو چطور میکنه؟ باز من بردن من. چیزا قورال اونا چی میکنه؟ او دفنه احمق برش کل گپا رو یاد میده و سینان احمق هم کل کارش انجام میده. دروغ میگم تو بگو. حالی نوبت من رسیده. بعد از غذا قهوه خوب کیف کردنی؟ راست میگی. تو شرکت برو، من یک کار دارم باز میایم. درست است جانم. غذا خوردن رفته بودی دخترم؟ نوش جان. تو اینجا چی میکنی؟ من پدرت هستم دخترم. چه قسم گپ میزنی؟ من چه قسم گپ میزنم؟ حالا یادت آمد که پدرم هستی؟ وقتی که مرا لط میکردی فکرت کجا بود؟ دخترم ببی پدر هم لط میکنه هم نصیحت همه قسم نیست. ببی مرا جگرخون نکن. درست از بگو چی میخوایی؟ من کار دارم. دخترم من قرضدار هستم، کتم کمک کو. اگه کمک نکنی اونا مرا میکشن. پدر ما برات پیسه دان معلوم میشم. دستم قرض چی؟ درست است نگو. باز قمار زدیدی؟ درست است، یک اشتباه کردم دخترم. برام پیسه پیدا کردم میتونی. من خوب رفتن جای دیگه ندارم. من یک قرانم دادن میتونم پدر. راستی به جایی که پیش ما بیایی چرا پیش عزیز نرفتی؟ عزیز چرا برام پیسه بده دخترم؟ بیبی ملکه نمیخوای از تو طلاق بگیره. اگه طلاق میگیره طلاق دادن از خود یک قیمت داره، همه قسم نیست. 5 برابر قرضت از عزیز بخوای. او بعد رقم خرپول است برات پرداخت میکنه. راست میگی. البته که پرداخت میکنم. من میگم تا آفرین دخترم. آره دیگه بخیر. با شما موفقیت آرزو دارم. ما را همیشه همه قسم غافلگیر کنین. درست است کنان؟ اگه خبر شدم که غذای شب در بیرون خوردی باز خفه میشم. امشب به خاطر غذا خوردن منتظرت است. مادر من کوشش میکنم که بیایم ولی وعده نمیتونم. میبینم نگو بچه. بیا دیگه. در ذهن تنام نمی باشی. اگه اوتو باشه بیخی مرا فرزندی بگیره. تو بیازو بچه ماستی. به فرزندی گرفتن ضرورت نیست. بیبی بچیم ملکه مادرت قرار نساز دیگه. لطف دارین. به خاطر کل چیز تشکر. آره چرا این گپا میزنی؟ چون وقتی که تنها میمانم احساس داشتن خانواده رو تو علی گپا بیبی. تو بیازو از عضو خانواده ما هستی. زیاد گپ نزن، حالا حرکت کن. شما هم خسته نباشین. خداحافظ. مانده نباشین دوستا. شما اینجا چی میکنین؟ در ارتباط با سرمایه گذاری اینم کار میکنیم اورال. چرا من خبر ندارم؟ نیک زن و شوهر پلان دارن که شرکت از خود بسازین. اورال تو چی میگی؟ همراه تو گپ نزدین. تو چپ باش. شما من احمق فکر کردین ها؟ فقط که نمیفهمم دنبال چی هستین. اورال تو میفهمی که چی میگی؟ باز در فکر تو چی میگذره اورال؟ و تو گفتم که چپ باش دفنه. فکر نکنین که من متوجه کارهای شما نیستم. من بسیار خوب میفهمم که در این شرکت شما چی پلان دارین. میفهمم چی میکنین و چی نمیکنین. کنان چقدر آرام و به تشویش بود نی؟ به نظر مامان موتور بود. اتفاقاتا که سرش آمده هیچ مستحقش نبود. قسم است. تو باز مادر دختر شروع کردین. حالا هر کس سر کار خود بره.
ده خانم یک عالم کار است. امروز از خستگی جانم برآمده به خدا. تشویش نکن عمه جان، برات یک خبر خوب دارم. خیرت است. یک دختر جوان و مقبول پیش آینور خواهر به کار کردن میایه. دختر جوان؟ کی است؟ یک نفر که در زندان در آخرین لحظات پدرت از مرگ نجات داده بود. او بچه یک خواهر داره. پدرت هم همراه او بچه وعده کرده بود. بعد از این همراه ما زندگی میکنه و کارام میکنه. دختر خوب است. خدا قدمش نیک کنه. آمین. آی خدایا به خیر ما باشه. ماما می قسم تصمیم گرفتیم. تصمیم نیک از رئیس. بله آقا عزیز، بگو خلیل چی میخوایی؟ باید همراهت گپ بزنم. میشنوم. در تلفن نمیشه. باید از نزدیک تو رو ببینم. درست است، ما دفتر هستم، بیا. درست است، میایم. خیرت از رئیس. خلیل میخواه که کدوم گپ بزنم. راستی؟ در وضعیتش کدام بهبوده آمده؟ خب قسمه که قبلا گفتم وضعیتش بسیار خراب است. ما هر کار از دست ما بیه میکنیم اما وضعیتش از این خوبتر نمیشه. در مقابل قدر تداوی و جواب نمیده. متاسف است موقع کنن. اگه قسم ادامه پیدا کنه چندین ارگانش از کار مفته. این قسم با دست و پای بسته منتظر بیشینیم اما تو رس. تو اینجا چی میکنی ها؟ نه که باز پلان میسنجه که چی قسم باز ساکت برق بکشی ها؟ یک دقیقه آقای محترم چی رب داره؟ پیشم از یادم دفاع نکو دکتر. تو نمیفهمی چی قسم آدم است. چت یاد نگو. تو متوجه هستی که چی گفتم میری؟ اینجا جایش است. به نظر من ده این روزا از حدت میبرایی. من متوجه هستم، فراموش نکن. آقای بسیار ترسیدم. چی میشه؟ متوجه این باش. چی میشه؟ دکتر صاحب میشه خصوصی درباره مریضی خواهرم امرایتون گپ بزنم؟ بیا. آقا خلیل آمده. آقا خوب است، داخل رو فنش کن. بفرمایین. بیا آقا خلیل، به گفتای تو گوش هستم. من بسیار فکر کردم آقا عزیز و یک تصمیم گرفتم. بسیار خوب، باز تصمیمتم میشنوم. خانمم در پیش تو زندگی میکنه. ما آدم نیستم که ایره تحمل بتونم. دازم هیچ خوش ندارم به زنه که سالا در نکاهم بوده از ضرر برسانه. خوب است، خوش شدم که عقل دوباره دست سرت آمده. از امی خاطر قبول دارم که از ملکت جدا شوم، اما یک شرط دارم. بگو. باید به من 5 لک لیره بتی. درد تمی بود آقا خلیل. چراغ گپتا بالا بردی خیلی. خب نظرت چی است؟ قبول داری؟ سبا پیسه در حساب حوالا میشه، اما بعد از حوالا شدن پیسه هیچ وقت روی تن نبینم. تشویش نکن، حتی نام مرام نمیشنوی. باور کو، اما دی زمینه با وکیلم وکالت میدی که در دقیقه 90 ازت گل نخوریم. بله حتما وکالت میتون. خب موفق باشی. پدر چی کردی؟ همراهی عزیز گپ زدی؟ دختره پرنده خوشبختی سر شانه‌های ماشیش هر چیزی که برش گفتم قبول کرد، حتی مکس هم نکرد. تو چی میگی؟ چقدر پیسه خواستی؟ پورا 5 لک لیره. گفتی 5 لک؟ چی فکر کردی دختر؟ آی پدر، یگانه دخترت که برای مشوره را داده، خب فراموش نمی‌کنی؟ دختر یک بار همین قرضا رو پرداخت کنم باز میبینم. پدر نره خواه فراموش نمی‌کنی همه نیست؟ گفتم که میبینم. درست است، من بعداً برات زنگ میزنم.
اگه کارای اورال نمی بود شاید حال بسیار خوش می بودی. حتی شاید عروسی می کردی. خوش آمدی کنم. در اونجا چی جوری هم داره؟ در کجا؟